سلام، خوش اومدین به چنل آرمان فتفتو. امروز می‌خوایم در مورد چیز خیلی مهم صحبت کنیم. یکی در مورد درامای فرشا سایلنت و پیام، فکر کنم پیام NL و یکی هم درامای امیر ایزد و بیگ ازماگی که یعنی چند وقت پیش فکر کنم اتفاق افتاد سر هودی و اینا. بخوام اول از فرشا سایلنت و پیام شروع کنم. اینی که خب نمیخوام در مورد صحبت کنم که چه اتفاقی افتاده، من در مورد خودم میخوام صحبت کنم. خلاصه بخوام توضیح بدم، یه بیزینسی بین این اتفاق میفته و یه پولی قرار بود رد و بدل شه یا گرفته بشه، یه خدماتی داده بشه و یه سری سوء تفاهم پیش میاد و اینکه خب فرشا سایلنت چی میگن اسمش، کلاهبردار خطاب میشه و بعد یه چند وقت جریان پیدا میکنه یه اتفاق و اینا. بعدش توی استریم امیر ایزد مشکلشون حل میشه و اونم کلیپا رو برمی‌داره. اینا حالا خودتون برید دنبال کنین، من کاری به اون ندارم، میخوام در مورد خودم صحبت کنم. اولین باری که من رفتم تو یوتیوب دیدم این کلیپ پیام بود که با تایتل فرشاد کلاهبردار پولم خورد یا هم چیزی بود، فرشاد سایلنت کلاهبردار یا هم چیزی. آقا ما کلیپو رو دیدیم، بعدش واکنش اول این بود که عجب آدم نمیدونم فلانی، این فرشاد سایلنت این همه سال مثلا کلیپاشو میدیدیم، بعدش همچین آدمی از کار در بیاد. اینا همچین فکرام تو سرمون. کلیپ دوم پخش شد از همون پیام که دیگه خب من با اون مخاطب وقتی پیاما رو میبینم خیلی اتفاقای منطقی داره میفته و همه چیز از طرف پیامه و فرشا سایلنت دیگه معلوم شده کلاهبرداره. این وسط من چیکار کردم؟ خب آدم عصبی میشه دیگه، یعنی اعصابش خورد میشه. این همه سالی یه نفر دنبال کنه، کلیپاش نگاه کنه، دوستش داشته باشه، بعدش بیاد اینطوری دستش رو بشه، خب معلوم یه واکنششون میده دیگه. من کار اشتباهی کردم. آقا ما رفتیم زیر کامنت پستاش نوشتم کلاهبردار، هشتگ کلاهبردار پول یارو رو خوردی یا نمیدونم، تو دایرکتش گفتم و تو اینستاش رفتن کامنت گذاشت، نمیفهم چرا همچی کاری کردم. خب بعدش یه کلیپ از فرشاد پخش شد که داشت توضیح میده که آقا من این کار نکردم، این پیاما و اینا و اونجوری که بوده نیست، من خدمات بهتری بهش دادم و چی میگن ناشکری کرد و اینجور چیزا. و من با خودم گفتم وای نگاه کن، راست میگه، عجب پیام آدم مثلا فلانیه، عجب دروغگوی اینا. آقا ما رفتیم کامنت های گذاشتم پاک کردم از طرف فرشاد، من رفتم زیر پست پیام نوشتم و واقعا تاکید واسه کار اشتباهی بود، خیلی کار هیجانی انجام دادم. گفتم این نگاه پیام اومده، نمیدونم توی یوتیوب یه چند وقتی اومده، نگاه چطور سعی میکنه با دراما بیاد بالا. اینا اومد تو ذهنم. اینا گذشت که امیر ایزد یه دونه استریم گذاشت که حالا من فیلماشو توی یوتیوب میبینم، توی استریم نمیبینم. اومد گذاشت که در مورد دراما داشت صحبت میکرد. اینا کل دراما، هم این کلیپ هم اون کلیپ، هم کلیپا پیام هم کلیپای فرشاد رو نگاه کرد و داشت صحبت میکرد. اینا باش حرفایی خب که امیر ایزد میزد خب خیلی منطقی بود، یعنی داشت باش دوتا رو مقایسه که میگه آقا فرشاد با هم چیکاری میکرده، نکرده، پیام هم حق داشت، اینجور چیزا. دوباره آقا من گفتم ای بابا ای که دوباره حق داشتم، با خودم میگفتم بابا امیر ایزد راست میگه، حق با پیام، من چرا رفتم دوباره طرفداری فرشا سایلنت کردم. این اتفاقی که افتاد و آقا اینم دیگه از این دوم رفتم آقا گفتم بابا الان طرفدار پد دیگه الان 100% پیام دیگه، یعنی حق با پیام دیگه، کلاهبردار دیگه الان کلاهبردار نمیشه، یعنی پولش خورد دیگه فرشاد. این تو ذهنم بود با توجه به استریمی که از امیر ایزد دیدم. دوباره رفتم با بچه داشتیم صحبت میکردیم، گفتم که ها من راستی اتفاق افتاده و فلان اینا. کلیپ امیر ایزد دیدم و فهمیدم خب تقصیر فرشاد بوده، پیام مقصر نبوده و اینجا گناهکار که میگن نه پولش خورده شده و فلان اینا. بچه‌ها گفتم بابا به حرف امیر ایزد گوش نکوئی، با همه دراما داره، نمیدونم سعی میکنه خودش با دراما بکشه بالا، ای با بیگ ما فلان داشته، با فرشاد دراما داشته، ای با دراما داشته فلان اینا، کلا کارش همینه. اینا ما رفتیم خود پرسجو کردیم، یعنی پرسجو که نرفتم توی کامیونیتی دیدم نه واقعا امیرزاده خیلی دراما داشته، یعنی با هر کسی بگی مشکل داشت که خودش هم توی که لایوش گفت من با هر کسی بگی مشکل داشتم اینا. حالا بهش میرسیم. بعد دوباره اینجا گفتم ای بابا نگاه کن من به کی رفتم اعتماد کردم، کلیپش نگاه کردم و طرف پیام گرفته. خب این خود امیر ایزد مقصر، اصلا به اینا نمیشه اعتماد کرد. از این بعدش یه کلیپ پخش شد از امیر ایزد از یکی از استریمراش که فرشاد و پیام میان توش مشکلشون حل میکنن، آشتی میکنن و پولا جابجا میشه، کلیپا پاک میشه و اینجور چیزا. قضیه ختم
به خیر میشه و میره. خب این قضیه که اتفاق افتاده، حالا میخوام در موردش بگم. از دید خودم بخوام بگم واقعا چیز خیلی مسخره‌ای بود برای من و من خیلی زود تحت تاثیر شرایط قرار گرفتم. یه بار طرف اون، یه دفعه طرف اون، یه دفعه طرف اون، یه دفعه طرف اون، یه دفعه طرف امیرایزه، دوباره اونم دوباره چیزام برگشت، دیدم برگشت. داشتم به فکر میکردم که واقعا نمیشه رو کلیپ تشخیص داد که کی مقصره. یعنی طرز بیان مهمه، چه کسایی طرفداریشو میکنن خیلی مهمه. مثلا وقتی فرشاد سایلنت کلیپ پخش شد، ایمان دمور نمیدونم حالا طرفش درست بلد نیستم، سام صابری فکر کنم بود فلان، این وقت طرفداریش میکنه تو میگه خود دیگه حق با فرشاده، چون تو اونا رو هم قبول داری. ولی دوباره یه کلیپ پخش میشه میگی نه حاجی پیام چیزه بهش ظلم شد. دوباره میای یه کلیپ نگاه کنی فلان، کامنت ها رو میخونی نظرت عوض میشه، کلیپ ها این اون میبینی نظرت عوض میشه، دوباره یه سری حواشی از چنل ها دیگه میاد پخش میشه، دوباره میگی دوباره نظرت عوض میشه. خب و من از یه دید داشتم نگاه میکنم اصلا اونقدر چرا برای من باید مهم باشه که این دو نفر چه اتفاقی داره بهشون میفته. کانالم شاید یه هفته راه اندازی شده ساختمش، ولی بچه من 6 سال تو یوتیوبم، من تقریبا 4-5 تا چنل داشتم. خب ولی جدی شروع نکردم، یه چنل زدم پاک کردم، یکی 70 تا ساب داشته، یکی اینقدر ساب داشته، یکی اینقدر ساب داشته و ادیت این ویدیو هم نگاه نکنید فقط کات خالیه. من اینقدر چنل داشتم، حالا اگه یه روزی به یه حد از ساب رسیدم قشنگ میام میگم که چه کانالایی داشتم و چه چیزایی توشو میذاشتم. من شاید روی کلیپ 11 ساعت وقت میذاشتم، رو تامنیلاش مثلا 2 ساعت وقت میذاشتم تا یه کانتنت خوب در بیاد. ولی خب دیگه شرایطش پیش نیومد و من دیگه الان واقعا نمیتونم یوتیوب خیلی جدی شروع کنم. میخوام بگم که آقا من جدید نیستم، من خیلی وقت پیش کانتنت درست میکردم، ولی شاید خیلی قبلتر از مثلا جدیدیه که واقعا کارشون خیلی خوب، ولی خب من خیلی قبلتر درست ولی جدی شروع نکردم، تنبل بودم و جدی شروع نکردم. میخوام بگم که آقا من تازه کار نیستم که بخوام نظر علیکی بدم. وقتی یه نفر مثل من توی یه کامیونیتی داره فعالیت میکنه، با افراد اونجا رو بشناسه، با بفهمید چه اتفاقی داره میفته. بعضیا میگن بابا دراما حالا به ما ربطی نداره، اونا فلان بودن دیگه، ما میخوام بدونیم چیکار کنیم، یا نمیدونم دراما کرد به درک، او با قهر که به درک. شاید یه سری جزئیات توش چیز نباشه، به درد نخوره که دقیقاً چه اتفاقی افتاده، ولی اصل کاری که کی با کی قهر کرده، کی شروع کننده بوده، با چه اتفاقی افتاده، دو نفر با هم دراما اتفاق افتاده بینشون، این مهمه. برای کسی که مثل من داره فعالیت میکنه مهمه بدونم چه کسی توی این حوزه داره فعالیت میکنه و چه اخلاقاتی داره، چه چیزی باعث میشه افراد اینطوری بشن. آیا اون فردی که من این همه سال سابش دارم و کلیپاشو تا ته دیدم، چه 50 دقیقه‌ای بوده، چه 8 دقیقه‌ای بوده، چه ولاگ بوده، چه گیم پلی بوده، هر چی بوده، من تا تهشو دیدم، باید بدونم این فرد چه اتفاقی میفته. اگه خب برات مهم نیست که نیست دیگه، ولی برای من مهمه و به نظرم با مهم باشه، ولی در حدی که فقط بدونی چه اتفاقی افتاده، نه دیگه صبح تا شب بری ببینی این استوری چی گذاشته، کامنتاش این، نه در حد، نه در حدی ببینی آقا کسی که دنبالش میکردی چه جور آدمی بوده و هست و چه اتفاقی افتاده. و اینکه میگم من کار اشتباهی کردم، یه هیجانی تصمیم گرفتم و واقعا بچه تقصیر ما نیسته. من اصلا همچی آدمی نبودم که جو بگیرتم برم این کار کنم اون کار کنم. و اینکه اصلا بچه قضاوت نکنین و سعی کنین هیچ کاری انجام ندین تا اینکه تتوش در بیاد. مثلا نرین یک کلیپ ببینین یه نفر مقصر کنین، یه نفر نمیدونم سفید کنین، شروع کنین کامنت گذاشتن هیت دادن به یه نفر و اینا، وایسین ببینین تهش چی میشه. تهش اون دو نفر به یه آشتی میرسن یا میتونن مشکلشو حل کنن. چون مثلا من با 4-5 تا 6-7 تا کلیپ هی نظرم عوض میشد. خب من خب بچه من واقعا نمیفهم، من بر اساس کامنت ها و داده ها و گفتارهایی که داخل کلیپ انجام میشه من تصمیمو میگیرم. پس علنا تقصیر من نیست، من نمیتونم تصمیم درست بگیرم. بر اساس حرفایی که زده میشه داخل کلیپ های بقیه تصمیمو میگیرم. ممکنه غلط باشه، ممکن درست باشه، ممکن غلط باشه. این از این. و اینکه زودی کاری انجام ندین، وایسین یه خود روش فکر کنین و اگه دیدین مطمئن نیستین هیچ کار سعی کنین واکنششون ندین. مثلا وقتی من کلیپ پیامو دیدم سمت پیام گرفتم، وقتی کلیپ فرشادو دیدم سمت فرشادو گرفتم، بعدش یه کلیپ دیگه دیدم بین این دو نفر دو به شک شدم. اینجاست که دیگه من نباید کاری انجام بدم. وقتی میفهمم که من تو تصمیمم اشتباه کردم و نظرم عوض شده، با بدونم که اینجا تصمیم اشتباه گرفتم، خب دیگه نباید ادامه بدم، با وایسم ببینم تهش چی میشه. چون کامنت
کامنتی که من میذارم کلاهبردار روی یه نفر دیگه هم اثر میکنه. اون میاد کامنت منو میخوره میگه نگاه کن چقدر چند نفر بهش گفتن کلاهبردار و اونم نظرش عوض میشه. یعنی حرفایی که شما میزنید، حواشی که درست میکنید تو کانال تلگرام، تو توییچ، نمیدونم توی یوتیوب، تو کامنت ها، نظر بقیه رو عوض میکنه. شاید نظر مثلا 100 نفر عوض کنه، اون 100 نفر دوباره میرن پخش میشن کامنت میذارن، دوباره کامنت های اونا دوباره پخش میشه، 100 نفر دیگه نظرشون عوض میشه. میدونین؟ صبر کنین ببینید تاش چی میشه. خب میرسیم به دراما بعدی، درامای امیرایزد و بیگ اسموک. اینو خیلی سرسری من دیدم، فقط یک کلیپ ازش، اونم از چنل نیچو. کوروش که مطمئنم ولی اس چنلش نیچو بود. آقا من اینو دیدم و دیدم بین امیرایزد و بیگ اسموک یه سری اتفاق افتاده. امیرایزد اومده یه تیکه انداخته به هودیا یا چیزایی که بیگ اسموک میفروخته و این دو نفر دوباره بحثشون شده. او به اون میگفته یه چیزی، او به اون میگفته یه چیزی و نیچو داشت چیزی وسط قضاوت میگه آقا این فلان اینطوری اینجور چیزا. اتفاقی که افتاد، حالا اینا بریم بچه کلیپا خودشون نگاه کنید، من نمیتونم توضیح بدم که چه اتفاقی افتاد چون زیاده. من فقط میخوام چیزایی که خودم یاد گرفتم بهتون میگم. قبل از این میگم که آقا من استریم بیگ اسموک رو زیاد نگاه نمیکنم. من کلا استریم هم حجم نت ندارم، هم فیلتر شکن ندارم و وقتش ندارم و خاصر کارم. ولی خب تیک توک نگاه میکنم و با خودم گفتم مثلا چه آدم خوبی و فلان اینا. بعدش تو استریم نیچو، تو استریم کوروش هم نه بابا، تو کلیپی که تو یوتیوب ازش دیدم یه جایی میگم که آقا بابا این بیگ اسموک هم یه سری اخلاقیات داره، امیرایزد هم یه سری اخلاقیات داره، اخلاقشون بدن، اخلاقشون اینطورین، یه سری جایی کارا رو انجام میدن. اینا این باعث میشه آقا شما بفهمین که کسی که دنبال میکنی واقعا چه ویژگی هایی داره و این بد نی. بچه من نمیفهم بعضی چرا تعصبی تو کامنت ها نظر میدن نه فرشاد خوبه، فرشاد بهتره، فرشاد نی، فرشاد مثلا فلانه، امیرایزد خداست، نمیدونم مثلا بیگ اسموک دیگه رو دستش نی استریم. بچه همه نقص دارم به جون خودم. من واقعا مثلا عاشق میا و کوروش و ایمان و آریا کوکسر و ولی بچه تمامی آدما نقص دارم به جون خودم، نقص دارن. هر کسی یه مشکلی داره. نمیتونی تو بگی میا. بچه میا من الان نشون بدم تمام کلیپاش قرمز تا ته دیدم، یعنی چه موزیکاش چه چنل اصلیش. کوروش مثلا دوگمه باش همه رو دیدم، نمیدونم خودکستای ایمان همه رو دیدم. من میبینم این افراد خب و طرفدارش ولی متعصب نیستم که بگم فلان مشکل، هیچ مشکلی نداره، نمیدونم چی میگه این کلمه است، معصومه، آری از هر گونه مشکل. خب همه مشکل دارن، دلیل نمیشه که تعصبی تصمیم میگیری. خلاصه با خودم میگفتم نگاه کن مثلا کیا تو کامیونیتی فلانن اله و بلا اینا. اینجا دیگه من سعی کردم تعصبی رفتار نکنم، برم زیر امیرایزد چیزی بنویسم، زیر کامنت زیر محتوای امیرایزد بنویسم، دوباره نمیدونم دوز زیر پستای نمیدونم بیگ اسموک بنویسم، نمیدونم تو اشتباه کردم. گفتم بذار وایس ببینم چه اتفاقی میفته. آقا سرتون به درد نیارم این که من تا تک کلیپو دیدم به هیچ کار نکردم چون نمیدونم حق با کیه. خود فکر کنم کوروش هم گفت اینا دارن سه چیز الکی با هم بحث میکنن. بعدش امیرایزد خودش کلیپ منتشر کرد، گفت که آقا این قضیه هودیای منه. حالا چی بود اسمش؟ وسیله‌ای که میفروخته. میگه آقا با این هودی که من فروختم جنسش فلانه، جنسش از این کشور، پلاستیکش از این کشور آوردم. تک تک چیزا رو توضیح داد، جنسش رو نشون داد، نمیدونم تیزرش رو نشون داد، کالا دیگه‌ش رو نشون داد، اینکه تک تک خیلی از یوتیوبرها دیگه لباسش پوشیده بودن، هودیاش استفاده میکردن، کادو میدادن. این نشون میده که آقا گفتم راست میگه واقعا. اینجا من هر جور حساب کردم واقعا امیرایزد راست میگه و حق با امیرایزد بوده. ولی خب اینکه چرا یه تنه زده به بیگ اسموک اون من کار ندارم. نه به این نتیجه رسیدم که آقا راست میگین، جنسیت جنس کاراش واقعا خوبه. اینم برین دنبال کنین ببینین اصلا چه اتفاقی افتاد. خلاصه اینه که آقا درسی که من گرفتم اینه که اصلا زود قضاوت نکنین و باور کنین من همچین آدمی نیستم. با تو به شناخت من اصلا خودم تعجب کردم چرا من رفتم بعد از کلیپ پیام زیر پست فرشا سایرن نوشتم کلا من اصلا حال و حوصله کارا ندارم به خدا. من اینقدر درگیر کار هستم، درگیر زندگی هستم و اصلا من این چیزا برام مهم نیست. من نمیفهمم چرا اون صحنه اینقدر اثر گذاشته. تازه فرض کنین کسی مثل من که اینا براش مهم نبوده، اصلا حال و حوصله کار نداشته، رفته این کار کرده. حالا اونایی که اصلا اینجوری نیستن و دنبال یه فرصتن و خیلی احساسی ان و خیلی متعصبن، اونا دیگه چه کار کردن؟ میدونی این چه چیز بدی داره، چه پوینت منفی بدی داره. خلاص آقا زود تصمیم نگیرین، واسه ببینید تهش چی میشه، چون شما نمیتونید قضاوت کنین. چون یه سری آدم متعصب هستن که طرفدار و فردا میان کامنت میزنن، طرفداریش میکنن، دوباره یه سری دیگه هستن میان به اینا فوش میدن، دو تا متعصب با هم میجنگن. اون بالا سری هم که مثل فلانی که دو تا یوتیوبر این دو تا با هم میجنگن و اینجا شما نمیتونید تصمیم بگیرید، چون همه دارن حق به جانب صحبت میکنن. یا این که دیگه طرف چقدر آدمه فهمیده و فلانی باشه بیاد
بیا آقا مقصر نبودم، یا آقا اصلا مقصرم نبوده، بیا آقا مقصر نبودم، بیا خالی قضیه بکنیم تموش بره. و اینکه آقا همین دیگه. دوباره میگم اینکه زود تصمیم نگیرین، هیجانی تصمیم نگیرین، ببینید تاش چی میشه، یا اگرم خیلی دنبال اینجور چیزا هستین برین کلیپ‌ها دیگه نگاه کنین، بنویسین یا تو ذهن تو باش که آقا توی این مورد فلانی هم چیزی گفته، توی این مورد فلانی هم چیزی گفته. نرین کامنت بذارین، نرین به دوستاتون بگین، نرین به دوستاتون بگین. باور کنین دید اونا رو خراب میکنه، اونا میرن دید یه نفر دیگه خراب میکنن، دوباره اونا میرن کامنت میذارن، یه نفر میان میخونن. همین که بهتون توضیح دادم. ببخشید سرتون رو در آوردم. این درسی بود که من یاد گرفتم و اینکه واقعا اگه توی کامیونیتی فعالین، حتی تو اینستا، تو توییچ، تو یوتیوب، هر جا، تو آپارات، تو روبیکا، هر جا اگه فعالیت میکنه یا مخاطب خیلی پیگیرونین، من به نظرم یه سری از اشخاص با بفهمین زندگیشون چطوریه. به نظرم حالا دلیل زیاده ولی نظر من اینه، ممکن اشتباه باشه ولی به نظرم تا یه حدی با بدونی که چه اتفاقی داره اونجا میفته در حد خیلی سطحی. مرسی که تا اینجا کلیپ نگاه کردین، امیدوارم چیزی جدید یاد گرفته باشین و خدا نگهدار.